ما داشتیم اینا رو درست میکردیم، بعد داشتم تاقو میزدم، یک قسمت از تاق ریخت پایین، بعد کارگر رو مجبور کردم برداشتم بردم بیمارستان و من خودم اونو برسوندم اونجا، بعد قش کردم. هیجان داشتم بابا، جوانم بودم، تصمیمم یه چیزیش باشه، مسئول کارگاه بودم دیگه. خلاص بعد بیدار شدم دیدم من توی خلق چیزی رو به تخت اطرفته نزدیک برم تصویده، اینا رو با تراشیدم. کار گذاشتی بعدن تراشیدی؟ نه اینا آجرها اون موقع که ما آجر ماشینی نبود که اینا آجرهای تو چیز می‌ساختن، قالب‌های و اینقدر لبه‌هاش صاف نبود. اگه دقت کنی یه قرص داشت. تمام این آجرها درز داره. ولی برای اینکه درز نداشته باشه هم از این میتراشیدن که همش یه اندازه بشه، هم این کله‌شون میتراشیدن که به هم اونجا جفت بشه. و بعد هم مثلا از اینجا میداشت آخرش اندازه میگرفت، اون چه میتراشید بغل دستش هسته بود، میگفت 23 سانتی متر، مثلا 7 سانتی متر 7 سانتی متری میبرد به آخرش میذاشت. اون بالا بازسازیش چقدر طول کشید از اول؟ ما اینجا تقریبا 1 ساعت طول کشید. 1 ساعت. رو ساختمون اصلی کار کردیم؟ نه اینجا رو کنده بودن، بعد یه دونه اسکلت فلزی ساختمان می‌خواستن، یه ساختمان مدرن بسازن، شیشه و اینا. بعد شهردار تبریزی نبوده، شهردار رشتی بود. بعد شهردار عوض شد، یه آذری وکیل بود. گفت این مسخره بازیه چیه، ساختمان رو به این قشنگی رو برای خراب کردی که برای بدی کرد و میخوان یه ساختمان مدرن بسازی، اونم بدتر. کارگاه تعطیل کرد،
تو اسکلت بود، اسکلت فلزی ساخته بود. بعد این دیزاین رو گذاشتم مناقصه، دوست من آرشیتکت برندش بود. اسمش چی بود؟ علی اصلی نژاد. من اصلی نژاد. بعد اون دیزاینش رو داد. شرکت ما شرکت خل تبریز بود اسمش. بعد خل تبریز. من رئیس کارگاه اینجا بودم. چند ساله بود؟ چه جوری شد رفتین داخل این گروه؟ من توی شرکت منظورتونه؟ آره همون داخل این قضایی سال 2 دانشگاه من هر سال تابستون میفرستادم برای کارآموزی. 3 ماه میرفتیم کارآموزی شرکت های مختلف. این جاده بالا و سردشت همون شرکت میساخت. بعد من اونجا رفته بودم کار میکنم. بعد دیگه 3 ماه کار کردم اونجا. بعد دیگه از اونجا ما دیگه بلمون نکردیم. بعد اومدم اینجا دانشگاه بودم، لیسانسه بودم. بعد این مدیر عاملش اومد گفت ما اینجا کار گرفتیم بیانه برامون انجام بدیم. ما هم گفتیم باشه. بعد هم کار میکردیم. فردوسی. بعد فردوسی رفتیم کدوم دانشگاه؟ همون دانشگاه تبریز. دانشگاه فنی تبریز. مدرسه اینجا بود. دانشگاه ملی رفتم. دانشگاه ملی تهران. آرشیتکت اینجا. ببین این ارتباط آب بود اینجا. آب این همینجا بود. ببین همه اینا که می‌بینی دیوار اینا همش بود. همش بود. ما چرخ اینجا رو الان اینجا رو کندن، اینجوری نبود. اینا یک دیزاینی بود که همه جا پخش شده بود. الان خیلی هاشو کندن. اینا میاد چیز میشه، کراس میشه. بعد این بالا که نگاه میکردی عکسشو دارم. بعد خیلی قشنگه. این شایعات نگاه کنید چه جوری دورش دیزاین داره. این هم اونجوری و الان کندن الان دارن یه چیز دیگه مثلا وسط آب بود، فواره بود، اینا همه رو عوض کردن. ولی استخ همین بود. ما تمام این دوربره رو قدیمی بود دیگه. بعد کندیم و به صورت سنگ نصب کردیم. پله ها رو درست کردیم. اون پله از اون بالا آب میاد، میریزه میاد پایین. بالا هم چند تا چیز استخر دیگه داشت. و اون بالا هم یه دونه استخر ساخته بودیم مثل جقه. آره. Tabrizi, ilim Tabrizi.